با سلام و احترام خدمت شما همه عزیزان، دکتر نیکزاد پروانه هستم، استاد دانشگاه، مشاور امور گمرکی و تجارت بین الملل. بنده به عنوان مشاور گروه تاجریار تصمیم گرفتیم که مجموعه کلیپ‌های آموزشی رو با توجه به منابع و رفرنس‌های تجارت داخلی و خارجی در خدمت شما دوستان و عزیزان باشیم. ما سعی می‌کنیم در این مجموعه کلیپ‌ها تمامی سرفصل‌های موجود در حوزه تجارت، حالا چه حوزه واردات، ترانزیت، صادرات رو پوشش بدیم. سرفصلی که می‌خوایم ارائه بدیم از ابتدا تا انتها شامل مراحل خرید یک تجارت خارجیه که خودش شامل این که اصلا شما چجوری کارت بازرگانی بتونید بگیرید، انواع کالا لحاظ تجاری چیه، ثبت سفارش چیه، اسناد خرید چیه، اسناد حمل چیه، شرایط پرداخت چیه و در نهایت ترخیص. در ادامه کتاب قانون مقررات صادرات واردات، قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرای اون، سیستم هماهنگ شده و توصیف و کدگذاری کالا یا اصطلاحاً جداول تعرفه، قراردادهای فروش بین الملل که اصطلاحاً بهش میگن اینکوترمز و آخرین ادیشنش میشه 2020، قانون مناطق آزاد، مناطق تجاری و مناطق ویژه اقتصادی رو در خدمت شما دوستان تا انتها باشیم. در انتها به دوستان این توصیه رو دارم که مجموعه تاجریار رو فالو داشته باشین، چون که توی این مجموعه قراره برای اولین بار در ایران، اینو به جرئت میتونم بگم، تمام مباحث یک حوزه تجارت بین الملل به صورت رایگان در اختیار شما دوستان قرار بگیره. اگر مسائل و مشکلات کلیدی مطرح کنید، اینا رو در قالب یک کلیپ تنظیم میکنیم و تقدیم میکنیم. اگر هم سوالات موردی پیش بیاد در دایره در خدمتتون هستیم. با تشکر از شما و همراهی در تاجریار.